در شب‌های تاریک طوفانی همیشه در هر گوشه‌ای از دنیای علم و فناوری یک داستان شوم پنهان است که هیچ کس جرأت نمی‌کند از آن سخنی بگوید. داستان آیزاک نیوتن، نابغه معروف تاریخ علم، یکی از همین داستان است. اما حقیقتی ترسناک در پشت چهره این مرد پنهان است که هیچ کس تا به حال آن را نمی‌داند. اما در شب‌های آخر عمرش، وقتی که او در اتاقش تنها بود، صدای عجیب و غریبی به گوش می‌رسید. برخی از اطرافیان می‌گفتند جیرجیرهای شبیه به قدم‌های کسی از درون اتاق می‌آید. یکی از شب‌ها، وقتی که نیوتن در حال نوشتن دست‌نوشته‌های خود بود، ناگهان چیز غیرقابل تصور به وقوع پیوست. دست‌هایش به طرز عجیبی شروع به لرزیدن کردند و دفترچه‌اش از دستانش افتاد. وقتی آن را برداشت، چیزی غیرقابل معمولی روی صفحه دیده می‌شد. چیزی شبیه به جملاتی که به زبان انسانی نبودند. کلمات در هم می‌ریختند و در انتهای هر جمله یک نشانه از دنیای دیگری به چشم می‌خورد. او در حال باز کردن دروازه است. نیوتن ترسیده و لرزان از جا بلند شد. در همان لحظه اتاقش به طور کامل سر شد و چراغ‌ها شروع به لرزیدن کردند. به محض اینکه او خواست از اتاق خارج شود، در مقابلش یک موجود سیاه و عظیم ظاهر شد. خواست از اتاق خارج شود، اما نمی‌توانست. بدنش در سایه‌ای از طوفان‌های ماوراءالطبیعه غرق بود. این موجود چهره‌ای نداشت، اما صدای وحشتناک و ترسناکی از درونش می‌آمد. تو آزاد کردی، حالا باید بپردازی. نیوتن سعی کرد در برابر ترسش ایستادگی کند، اما بدنش قدرتی نداشت. او به طرف در دوید، اما در بسته بود. هیچ راه فراری نبود. صبح روز بعد، وقتی که در به اتاق نیوتن را باز کردند، جسد او پیدا شد. چشمانش باز مانده بود و صورتش به طرز عجیبی از هم گشوده بود. انگار چیزی وحشتناک او را بلعیده بود. اما عجیب ترین بخش این ماجرا دست‌نوشته‌ای بود که در کنار جسدش پیدا شد. در آن نوشته بود: آنها همیشه در سایه ها خواهند بود. ما در دنیای دیگری زندگی می‌کنیم.